یه حقیقت علمی خیلی عجیب وجود داره. وقتی عاشق میشیم مغز ما تقریبا همون چیزی رو تجربه میکنه که یک معتاد وقتی مواد شادی‌آور مصرف میکنه. فکر کردن به کسی که دوستش داریم سیستم پاداش مغز رو روشن میکنه و دوپامین، همون ماده شیمیایی لذت و انگیزه، به شدت بالا میره. دقیقا همون اتفاقی که توی اعتیاد به مواد محرک میفته. مغز عاشق تمرکزش روی یک نفر قفل میشه، میل شدید به دیدنش داره و نبودش باعث اضطراب، بیقراری و حتی کاهش انرژی میشه. اینها همون واکنش هایی هستن که در حالت ترک دیده میشه. از طرف دیگر بخش منطقی مغز، قشر پیشانی ضعیفتر کار میکنه. برای همین آدم عاشق گاهی تصمیم های عجیب میگیره، درست مثل یک فرد معتاد. در مهمانی ها وقتی مواد شادی‌آور مصرف میشه، دوپامین تا چند برابر حالت طبیعی بالا میره و حس انرژی غیر طبیعی، صمیمیت افراطی و اعتماد کاذب شکل میگیره. عاشق شدن هم تقریبا همون حسه. قلب تون میزنه، نمیتونیم دست از فکر کردن به طرف مقابل برداریم، زور احساس بیشتر از منطقه و همه چیز جذاب و هیجان انگیز به نظر میرسه. حالا فرق ترشح این دوپامین ها چیست؟ عشق واقعی طبیعی و پایداره، اما مواد شادی‌آور یک انفجار لحظه‌ای ایجاد میکنه که بعدش مغز خسته و کم انرژی میشه. پس دفعه بعد که حس میکنید سرشار از انرژی، هیجان و دلتنگی هستید، پس بدونید مغز شما داره همان زبان شیمیایی معتادان را تجربه میکنه. فقط این بار عشق شما اعتیاد سالمه. علم میگه عشق فقط یک احساس نیست، یک واکنش شیمیایی قدرتمنده که میتونه مغز رو به حالت افراطی ببره، خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنید. حالا شما به من بگید کدوم دوپامین رو تو زندگیتون تجربه کردید؟ توی کامنت ها برام بنویسید. اگر این ویدیو براتون جذاب و مفید بود، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی رو از دست ندید.